سلام دوستان، خیلی از دوستان رو میبینم تو خرید آیفونشون مرددن که بین بازه 50 تا 60 میلیون چه انتخاب خوبی میتونن داشته باشن. همونطور که میتونید آیفون 13 تو رنج 52 تومن تا 53 تومن متاسفانه گرون شده و رسیده. ما به جای این آیفون به همه پیشنهاد میدیم که شما دیگه نه این آیفون 13 بخرید، به جاش برید آیفون 15 بگیرید که تو رنج 44 تومن در میاد. خب خیلی استرس اینو دارن که آنتنشون بره، چالش آنتن داشته باشن و اینا. ما میگیم اشکال نداره، شما حتی اگه یک سامسونگ هم کنارش بگیرید که تو بازه 8 تومانی یا ای 15 میتونید بگیرید که گوشی خوبی هم هست، باز هم رده آیفون 13 از نظر قیمتی در میاد و انتخاب معقول تری، چون هم گوشی روز دنیا رو دارید، هم یه سامسونگ که تمام کاراتون حتی آنتنتون و اینترنتتون رو بتونه اگر آنتنتون رفت تکمیل بکنه. حالا در ادامه اگر شما مردد شدید حتی بین این دو تا انتخاب، ما یه انتخاب بهتری هم بهتون پیشنهاد میدیم که اگر یک کم بیشتر هزینه کنید، یعنی اینا تو رنج 52 تومن در میومد، شما اگه تا 58 تومن هزینه کنید میتونید یه آیفون 15 پرو 128 گیگ بگیرید که پارت نامبرش هم CH، همه چیز شوکه‌ای. همونطور که می‌دونید پارت نامبر CH هم فیس تایم آدیو نداره که با واتساپ و برنامه‌های تلگرام و اینا میتونید آدیو تماس ارتباط برقرار کنید. پس این دیگه انتخاب با شماست که یه 13 بردارید یا جاش یه دونه 15 با یه دونه سامسونگ بردارید، یا یه دفعه بیاید دیگه 15 پرو 128 بردارید.